با سلام و خسته نباشید خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. امید که خوب و صحتمند باشین. در قسمت اول داستان یگانه آرزو تا به آنجا شنیدید که سینا میخواست خواستگاری کند، اما سارا یک ترسی در دل داشت که مبادا فامیلش رضایت نشان ندهند و یاد از اولین ملاقاتشان افتاد. در ادامه داستان با ما همراه باشین. به یاد اولین دیدار ما افتادم 2 سال قبل. اوف خدایا، حالا امروز کی تایم ریاضی می رود؟ اوف صدف، به خاطر تو نمی بود قدم هم نمی گذاشتم. مادرم صدا زد: او دختر سارا کجا هستی؟ یا که صدف آمدم میگه برویم کورس، وقت شد. گفتم درست است مادر جان، اینا آمدم. با دیدن صدف دهنم از تعجب باز ماند. گفتم او دختر تو چرا اینقدر آرایش کردی؟ خیرت خواه است؟ مرا ببین، از بس مضمون الجبر بدم میآید، حتی نمیخواهم به کورس بروم و تو را ببین. صدف گفت آی سارا جان، میگن هر چی کنی دم خر یک بلست است. گفتم میشه واضح؟ صدف گفت سارا جان زیاد نپرس، بیا که برویم، برایت یک حرف مهم دارم. میفهمی دیروز تایم استاد هنر رفتم. صدایش را آهسته کرده افسود: نمیفهمی که چی یک چشمهایی دارد؟ نگو که چقدر با استعداد است. با حرف زدنش به خدا دل آدم را از جایش میکند. گفتم او دختر، 1000 بار برایت نگفتم که خوشم نمیآید این قسم گپ زدن در مورد بچهای مردم. صدف گفت سارا جان، تو را خدا بهانه نکن، امروز باید با من تایم هنر هم برویم. خواهشم، با خدا اینقدر عذرگزاری که پیش تو کردم، پیش پادشاه می کردم، بچهش را برایم می داد. خندیدم و گفتم درست است، سرپا نخور، می روم. همین که داخل صنف شدیم و بالای چوکی نشستم که صدف گفت ببین استاد آمد. تا پشت سرم را دیدم، دهنم از تعجب باز ماندم. خدایا، این دیگر چی کنه یک موجود است؟ معلوم می شود که گفته های صدف همش حقیقت دارد. این همه زیبایی مگر امکان دارد؟ خدا در آفرینش این مخلوق هیچ کم نگذاشته. همین قسم من و استاد با هم خیره مانده بودیم که صدف سرفه کرد و گفت سلام استاد، دوستم از سارا جان، تازه آمدم، میخواهد خطاطی بیاموزد. استاد با همان ناز و اداهایش گفت آها، خیلی خوشحال شدم سارا جان، من استاد سینا مهرزاده هستم. ای وای، چرا قلبم این همه تند میزد؟ چرا احساس میکردم استاد سینا از همه پسرهایی که تا حال دیدم فرق دارد؟ از صدف پرسیدم مرا چیزی شده؟ صدف گفت نخیر، فقط کم مانده استاد را بخوری. گفتم من بوده نمیتوانم، بیا که برویم. از استاد به بسیار عجله سرخط گرفته بیرون شدیم. همین که میخواستم طرف صنف ریاضی بروم که استاد علی مرا صدا زد. استاد علی گفت او سارا خانم، در این روزها بیخی گم استی، خیرتی خواه است؟ گفتم نه خیر استاد، اصلا چیزی نیست. شما بهتر میدانید که من از ریاضی بدم میآید. حالا هم صرف به خاطر صدف اینجا آمدم. تازه میخواهد تایم هنر هم برویم. استاد علی گفت بله سارا جان، میفهمم بدت میآید از ریاضی، اما هنر برو، چونو استاد بهترین دوستم است و ها خوب جذابک هم است. دست به موهایش برده گفت کاش توی انگیم شوی. تکان سر و پای وجودم را لرزه گرفت. با جدیت گفتم نه خیر استاد، اصلا همچین حرفهای شدنی نیست. آنقدر هم که استاد جذاب نیست که شما تعریف میکنید. اصلا شما چطور میدهید مرا با او مقایسه کنید؟ میخواستم کمی سر استاد علی پرسه بروم که یکی از پشت سرم چیزی گفت. همین که رویم را دور دادم متوجه استاد سینا شدم. خدایا نه، یعنی اینقدر سایه شدن؟ نزدیک آمده گفت استاد علی با سارا جان چی میگفتی؟ استاد علی هم که با خنده زیاد سرخ شده بود گفت هیچی، میخواستم کمی سارا جان را در مورد تو آزار بدهم که تو علف وار سبز شدی. میگن خرس را یاد کن و سوته را در دست بگیری و ها این خانم هم میخواست
خود را سر من الا بدهد. من هم از فرصت استفاده کرده گفتم ها استاد، او چی؟ استاد علی میخواست مرا اذیت کند. من هم منظوری نداشتم، نمیخواستم به شما توهین کنم. در اصل مقصر این دوست شما است که تعریف بیجای شما را میکند. استاد سینا چشمهایش را کلان کلان شده گفت آها، پس تعریف بیجای مرا میکند. شما چی گفتین که مرا با شما مقایسه نکند؟ گفتم ها استاد، مرا ببین، دختری با قد بلند، چشمهای مشکی، موهای چنگ چنگی، و شما را ببین، نی قد نی قواره. هر دوش کم بود از خنده زیاد ضعف کنند که فرار کرده رفتم داخل صنف الجبر. صدف گفت والا من میگم آفرینت، شاخ شمشاد را زدی، به نرخ کچالو بیاب کردی. نفس راحت کشیده گفتم حقش بود، نباید خود را اینقدر بالا بگیرد. صدف طرفم با نگاه های خیره دید و گفت مگر خیلی به هم میزیبید ماشاءالله. گفتم او دختر، دهنت را به خیر باز کن، خودت بهتر میفهمی برای من عشق و عاشقی ممنوع است. امروز با شوخی های من و صدف گذشت. شب وقت غذا خوردن سینا به یادم آمد. نگاه کردنش، حرف زدنش، خدایا چی شد؟ چرا فکر این استادک امانم نمیدهد؟ نکند عاشقش شدم؟ به حال خودم خندیده گفتم دیوانه شدی مگر؟ در همین فکر و خیالات بودم، نمیفهمم چی زمان خوابم برد که باز با صدای مادر جانم از خواب بیدار شدم. مادرم صدا زد سارا جان بیدار شو، نماز قضا شد. شب تا نصف شب در فکر و خیالات غرق هستی، صبح هم تا چاش خواب میکنی. بیدار شدم، نماز صبح را خواندم و بعدا هم مصروف حل تمرینات ریاضی بودم که باز صدف آمد. او خدا، باز این روانی پیدا شد. صدف به به ملکه خانم، چه عجب درس میخوانی؟ به نظرم همین درس ریاضی را نخوان، برو پیش شاخ شمشاد درس بخوانیم. گفتم توبه کردیم خدایا، باز شروع کردی تو؟ صدف گفت راست میگویم جانم، راستی دیروز خیلی طرفت میدی، جانم مرگی دلش را بردی. گفتم نیست صدف جان، من کجا و او شا، تو کجا؟ صدف گفت او قسم نگو، تو هم نام خدا مقبول استی گرچه به زیبایی استاد سینا نمیرسی. گفتم صدف به خدا دستم به تو برسد میکشمت. صدف هم دویده رفت نزد مادرمشان. من هم آماده شده هر دو رفتیم طرف کورس. با مجرده که از دروازه کورس داخل شدیم دیدیم شاتوخان یا همون سیناگک با استاد علی ایستاد شده و قصه میکنن. میخواستم با یک سلام ساده از کنارشان رد شوم که استاد سینا گفت ماشاءالله خانم سارا تشریف آوردن. گفتم بله استاد، نکند فکر میکردین دیگر نمیایم؟ استاد سینا گفت برعکس، خیلی مشتاق دیدار شما بودم. متوجه شدم که صدف و استاد علی با چشمهای گرد شده طرف ما میدیدن. نمیدانم چرا با این حرف استاد سینا اندکی ناراحت نشدم. یعنی چرا برایش اجازه میدهم که اینقدر راحت همراهم شوخی کند؟ در این گونه افکار غرق بودم که صدای صدف مرا از فکر کردن کشید. صدف گفت ها استاد، سارا خانم هم مشتاق دیدار شما بود. نمیدانید که از خانه تا حال در مورد شما حرف میزد. خدایا صدف باز چی شروع کرده؟ چرا این قسم گپ میزند؟ از عصبانیت زیاد میخواستم منفجر شوم. زود از دهلیز به طرف صنف رفتم که دیدم صدف هم آمده پهلویم نشست. چند لحظه سکوت میان ما حکم فرما بود، ولی دیدم صدف دوباره لب به سخن گشود. آهسته گفت سارا جان، استاد سینا با تو فکر نمی کنی رفتار متفاوت تری دارد؟ یک نگاه خشمناک خود را بالایش انداخته گفتم گوش کنی صدف جان. یک خنده بلندی کرد و گفت تو هم خیلی یک دختر زیبا و با استعداد خوشتیپ هستی. ابروی چپ خود را بالا کرده گفتم خوب. دوباره به خنده شد که متوجه شدم استاد سینا داخل صنف آمد. بعد از سلام و صبح بخیری نوبت به بررسی وظایف خانگی ما رسید. اصلا حواسم نبود که چی وقت کتابچه مشقم را به دست استاد دادم. روبرویم استاد و توضیح دادن اشتباهات مشقیم را شروع کرد.
ولی من ناخودآگاه خیره به رفتار و گفتارش مانده بودم، نه آنچه که بیان میکرد. چند بار خواستم حواسم را جمع کنم و دقت به خرج دهم، ولی نشد. یک لحظه چشم از صورت زیبایش برداشتن نتوانستم. گویا قلبم اجازه پلک زدن به دیدگانم را نمیداد. ولی زود با صدای صدف به خود آمدم که بیخ گوشم گفت: سارا، با چشمایت قرد دادی. عاجل چشم ازش برداشتم که متوجه شدم استاد سینا میگوید: فهمیده شد سارا جان؟ با زبان بند شده گفتم: بله، بار دیگر تکرار نمی شود. دیدم که با گفتن این جمله هم از صنف شروع کردن به خندیدن. فاطمه از گوشه صنف تمسخر آمیز صدا زد: سارا جان، استاد تا حال ازت تعریف میکرد. از خجالت آب شدم. بالا دیدم که استاد سینا بالا به خندان طرفم میبیند. گفتم: خدایا، این چرا میخندد سوی من؟ استاد سینا با صدای بلند گفت: فاطمه جان، فضولی به تو نیامده. اول املای خودت را درست کن، بعد بالای سارا جان حرف بزن. ناخودآگاه گفتم: آی استاد جان، چقدر خوب گفتین، قربان زبانتان. دیدم که همه صنفی‌هایم بیخ گوش خود هم دیگر چیزی میگفتن و بعد به من استاد سینا میدیدن. صدف نزدیک آمده گفت: مردم میگفتن دل به دل آینه است، این هم ثبوت. گفتم: صدف چوب باش، تو را خدا یک لحظه ساکت باش. از صنف بیرون شدیم که باز استاد سینا مرا صدا زد و گفتم: بله استاد، بفرمایید. استاد گفت: سارا جان، امروز فکرت طرف گپ‌هایم نبود، از این به بعد فکرت را بگیر. چشم گفته از صنف بیرون شدم. در تمام طول راه درباره حرف‌های استاد سینا فکر می‌کردم. چرا اینقدر برایم مهم شده؟ چرا بدون فکر کردن با او نمی‌توانم کدام کاری را انجام بدهم؟ که باز صدف شروع کرد. گفتم: خدایا جمع کن دیوانه‌هایت را. صدف گفت: سارا ببین، استاد سینا جدی از تو خوشش آمده. و دوباره خندید و گفت: وای جان، نمیدانی وقتی از تو تعریف کرد چهره فاطمه چقدر دیدنی شده بود. با صدف خداحافظی کرده خانه رفتم، ولی مدام فکرم درگیر اتفاقات روز بود. با خود میگفتم: با وجود گفته های صدف، عکس العمل های بخیل‌آمیز فاطمه و دیگر صنفی ها و همچنان نگاه های خود استاد، واقعا نکند این استاد سینا از من خوشش آمده؟ لبخند لطیفی روی لبانم نشست که مادرم گفت: چی شده دختر؟ میبینم از وقتی که آمدی در فکر غرق هستی و حالا هم به خودی لبخند میزنی. تب که نداری؟ دوباره لبانم اندکی به خنده باز شد که زود خود را جمع جور کرده گفتم: مادر جان، به فکر صدف بودم، به یاد شوخی های دلنشینش و آزار دادنهایش افتادم. واقعا صدف دختر جالبی است. و دوباره ناخودآگاه خندیدم. متوجه شدم که مادرم زیر زبان خورخور کنان چیزی میگه، ولی زود این سخنان صدای بلندی به خود گرفت و گفت: سارا، این داستان سرایی هایت را کنار بگذار و به غذای چاشت آمادگی بگیر. چشم گفته به طرف آشپزخانه رفتم. از یخچال گوشت چرخ شده را گرفته کشیده گفتم: امروز کوفته آماده میکنم. و دوباره با خنده افزودم: به یاد چشم‌های گفتمانند استاد سینا. تا این جمله را بیان کردم متوجه شدم کسی از پشتم وارد آشپزخانه شد. تا دیدم پدرم است. یک قد به آسمان پریدم. هی با خود فکر میکردم که اگر حرفم را شنیده باشد چی کار کنم. خدای خودت به دادم برس. ولی پدرم با خوشرویی گفت: دختر نازدانیم، بچاش چی آماده میکنی؟ با شنیدن این جمله یک نفس راحت کشیدم و با لبخند گفتم: هرچی شما خواسته باشید پدر جان. اندکی به فکر شد و گفت: هرچی باشد از دست تو خوشمزه است سارایم، ولی یک فرمایش دارم. عاجل گفتم: بدو دیده پدر جان، شما امر کنید. لبخند زده و گفت: برای این چاش یک سالاد خیلی خوشمزه آماده کن. بعد از آماده کردن غذا آن روز هم مثل روزهای دیگر گذشت و همین که تاریکی شب جایش رو بروز داد به فکر رفتن طرف کورس شدم. یک مانتو و چادر مقبول خود را پوشیدم و خیلی هم به خود رسیده بودم. همین گونه منتظر صدف بودم که مریم آمده گفت: گوهر، چرا آماده شدی؟
تا میخواستم حرف بزنم که دیدم مریم بخنده شد. کنجکاو نگاهش کردم تا گفت امروز جمعه است سارا جان. و سرم زدم گفتم آخ ببین روزگارت را سارا. از قدیم میگفتن ما که دوست میشویم مهتاب میبراید. روز جمعه را هم گذشتاندم. کمی کسل کننده بود ولی گذشت. و همین که شنبه شد دوباره با صدف طرف کورس روان شدم که صدف میان راه گفت سارا جان استاد علی در مورد تو پرسان میکند و میگوید اسم فیسبوکی سارا چیست و در فامیل چند نفر هستند. شوکیده بودم. زبانم به چرخش انداخته گفتم چرا در مورد من از تو میپرسد؟ صدف گفت نمیدانم سارا جان ولی احساس میکنم استاد سینا ازش خواسته تا در مورد تو معلومات بگیرد. همین که اسم سینا را گرفت قلبم شروع کرد به تپیدن. نمیدانم اسم این احساس را چی بگذارم، عشق یا ترس. ولی اگر عشق باشد این عشق سبب نابودی هر دوی ما خواهد شد. باز فکرهای بد در ذهنم هجوم آورد که داخل کورس شدیم و چیزی که روبرو می شدم اصلا باورم نمی شد. آیا این خودش است؟ ولی خودش بود. کسی که با دیدنش تمام فکر و خیالم را از سرم برواز کردن. نمیدانم با آن لباس و رنگ آسمانی چقدر خوش تیپ شده بود. با آن عینک های آفتابیش صورت مثل ماه خود را جذابتر کرد. خدایا چرا سینا اینقدر خوب آفریدی فقط به خاطر زیر رو کردن دنیای من؟ در فکر و خیال غرق بودم که سینا طرفم دید و با علی آمدن نزد ما. استاد علی با خنده گفت میبینم ینگی ما تشریف آوردن. دوباره تکان سر پای وجودم را لرزه گرفت. گفتم سلام استادها. ببخشید استاد علی میشود بپرسم چرا با من ینگه خطاب میکنید؟ استاد علی گفت چیزی نیست سارا جان، فقط میخواستم کمی شوخی کنم. دیگر منظوری نداشتم. میخواستم بی خیال شده از کنارشان بگذرم که استاد علی دوباره از عقب صدا کرده و گفت سارا جان خودت را مدیر داخل دفتر خواسته است. کنجکاو بودم که چی حرفی است و همینطور داخل دفتر شدم که از عقبم استاد سینا و استاد علی هم آمدن. رو به طرف مدیر کرده سلام دادم و گفتم ببخشید مدیر صاحب، استاد علی گفتن با من کاری داشتید؟ مدیر گفت بله سارا جان، راستش ما به یک تن استاد در بخش هنر نیاز داشتیم که استاد سینا هم از استعداد و مهارت‌های شما در بخش خطاطی گفتند. میخواهم که با ما همکار شوید. آیا آماده هستید؟ خرسندمندانه گفتم حتما، چرا که نه. طرف استاد سینا دیدم که در گوش استاد علی نمیدانم چی میگفت و با هم میخندیدن. مدیر صاحب گفت بس حالا همه قوانین را برای توضیح میدهم. فردا بیا و تایمت را آغاز کن. چشم گفته با عجله رفتم طرف صنف که صدف پرسید کدام چیز شده سارا؟ گفتم هیچ، فقط مدیر گفت سر از فردا بیا و درس بده. صدف هنوز هم میگی هیچ؟ ولی میگم آفرینت، از این به بعد با استاد سینا همکار شید. با گفتن این جمله استاد سینا داخل صنف شد و با همه احوال پرسی کرد. نوبت من که رسید گفت تبریک باشد سارا جان، از این به بعد همکار شدیم. گفتم تشکر استاد. استاد سینا گفت خواهش میکنم سارا، لیاقتش را داشتی. روز بعد دوباره با صدف به طرف کورس روان بودیم که میان راه بدون هیچ مقدمه گفت سارا جان میدانم که عاشق استاد سینا شدی. گفتم چی؟ خنده بلندی کرد و گفت دیگر این کار کردن ممنوع، عاشق بشه. یک نفس عمیق گرفته و گفتم آخر به کدام زبان بگویم دوستش ندارم. صدف گفت داری دوستش، اگر مرغ تو یک لنگ داره مرغ من بیخی فلج است. به خنده افتاده گفتم نخیر، چرا باید دوستش داشته باشم؟ صدف گفت دوست داشتن دل میخواهد جانم، نه دلیل. با این جمله به یاد حکمت افتادم که هر بار بالای تمام مقدسات دنیا قسم میخورد که عاشق است، با این که هر بار با حرفهایش عذابم میدهد ولی با آن هم ادعای دوست داشتن را دارد. لبخندی زده زیر لب گفتم واقعا عشق را به مسخره گرفته.
در همین چنین خیالات با خود بودم که صدای گفیدن بوقانه ساجق صدف به خود آمدم. گفتم صدف نگو، دیگر روی سرک ساجق خود را بوقانه نکن. صدف گفت تو اول بگو به کدام فکر غرق بودی؟ به فکر استاد سینا؟ آها. گفتم اوف صدف. صدف گفت پس بگو به فکر کی غرق بودی؟ دوباره یک آه کشیده گفتم به فکر حکمت بودم. صدف میگن بزک نمار که جو لغمان میرسد. تو به فکر او احمق نباش. خدا میداند به کدام معیشت خود مصروف است. با عصبانیت گفتم من هم کشته مرده حکمت نیستم. میخواستم به حرفم ادامه دهم که میان حرفم پریده گفت البته که نیستی، تو حالا عاشق استاد سینا شدی دیگر. زیر لب لا حول ولا گفتم، اما صدف به حرفهایش ادامه داد. گفت سارا او بچه واقعا دوست دارد. چشمهایش به جز تو سوی دیگری نمیچرخد. با آن که تو هم دوستش داری پس چرا این کار میکنی؟ بگو دوستش داری. با عصبانیت گفتم اگر دوستش داشته باشم چی تغییر میکند؟ او تا آخر عاشقم میماند. او از زندگی و جنجال من خبر دارد. اصلا سینا از چی خبر دارد؟ او میفهمد چند روز از تولدم گذشته بود که با پسر کاکایم هم نام شدم. لعنت به این زندگی که من دارم. با گفتن این دردها اشک در چشمانم به چرخش افتاد و درد عمیقی در قلبم احساس کردم. و بخت بدم خندیده گفتم وای خدایا، حتی نمیگذارن شریک زندگیم را خودم انتخاب کنم. بله اعتراف میکنم عاشق سینا شدم، دیوانه‌وار وابسته شدم، اما چی کار کنم؟ نمیتوانم به خاطر خودم زندگی سینا را به جنجال بکشانم. نمیخواهم او هم وابسته من شود، در صورتی که فردای خودم بیخبر هستم. نمیدانم امروز مرا با حکمت نامزد میکنن یا فردا. صدف دستش را بالای شانه‌ام گذاشت و گفت تشویش نکن سارا، خداوند مهربان است. حیف این چشمهای بادامیت نیست که با گریه کردن سرخش میکنی. حالا اگر استاد سینا تو را با این حالت ببیند حتما ضعف میکند. گفتم اف صدف، تو حتی در همین حالت هم دست از آزار دادن و شوخی کردنت بر نمیداری. صدف گفت تا من باشم و تو هم درون را بخندانم. با هم خندیده رفتیم طرف کورس. تایم خودم را تدریس کرده رفتم طرف صنف استاد سینا. آخر درس های پیشرفته تر داشتیم که با استاد سینا باید می آموختم.